قاعده سوم چی است؟ میگه مفهوم عبادات قلبی را بدانیم. عبادت های قلبی عبادت های اند که به قلب تعلق داشته و توسط قلب انسان ادا میگردن. عبادت های قلبی عبادت هایی است که توسط چی میشه؟ توسط قلب میشه. قلب اساس تمامی تکالیف است. از این خاطر چون اساس تکالیف قلب است، از این خاطر قلب عبادت های خاصی داره. بسیاری کسا متوجه از این عبادت ها نمی باشند. الله متعال میگه که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. در روز قیامت مال انسان بسیاری وقتا مالی که در راه الله انفاق نشده باشه هیچ به درد انسان نمیخوره، بلکه بعضی اوقات است کنه مال انسان سبب رفتن انسان به دوزخ میشه. اولاد انسان وقتی که صالح نباشه بسیاری وقتا انسان به خاطر اولاد ناصالحش عذاب میشه. میگه مال به درد میخوره نه اولاد. چی به درد میخوره؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سالم کدام یکی هست؟ قلب سالم علما میگن خلاصه شد، میگن قلب سالمی است که از دو چیز پاک باشه. اگر در قلب دو چیز نبود قلبت سالم است، اگر بود قلبت مریض است. از شبهات و شهوات. قلب سالم قلب است که در او شبهات نباشه و شهوات نباشه. شبهات چی است؟ مثلا امیال دشمنای اسلام همیشه جوانا را شما را در شبهات میپرته. در قرآن در شبهه و شک میپرته که قرآن کلام الله نیستی، قرآن نوشته محمد است، این قرآن کسیتر است. در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در شبهات میپرته. او این احادیث کی جمع کرده و این صحابه چه قسمی را آوردن؟ این احادیث شبهات است. بسیارها شبهه را در احادیث ایجاد میکنن. شبهات در شخصیت پیغمبر ایجاد میکنن. چرا پیغمبر 11 زن گرفته؟ چرا پیغمبر 9 تا زن داشت؟ چرا پیغمبر تعداد ازواجش بیشتر بود؟ این گپا را شبهه در شخصیت پیغمبر میپرته. شبهات مثلا در قرآن، در سنت، در اطاعت از سنت پیغمبر، در علمای اسلام، در کل ازی چی میکنن؟ شبهات ایجاد میکنن. پس قلب سالم اونمو قلبی هست که این شبهات در او تاثیر نکنه. فهمیده یعنی؟ و دوم چی هست؟ قلب سالم قلب است که در او محبت شهوات نباشه. شهوات 3 قسم است. یکی شهوت چی است؟ یکی شهوت مال است، یکی شهوت جاه است، جاه و مقام، و یکی شهوت نفس است. شهوت نفس نمی شهوت شرمگاه انسان است. ایره زیاد کوشش میکنن اکثر اندمی کشورهایی که بیدین هستن جوانا را از طریق شهوت ها گمراه میسازن. برشان میگه که فیلم های خرابازات است، رقص های خرابازات است، در شهوات اینا را مبتلا میکنن و آزادی جنسی و گپا را برشان میده که تو میتونی کت هم جنس، کت جنس مخالف، حتی کت حیوانات، حتی مثلا نیش ازدواج نکنی تمام روز. پس یک تعداد در مرض شهوات مبتلا میکنن. کسایی که یک ذره سنشان بالاتر شد از جوانی چی بود؟ باز سن که از 40 بالا شد، از 30 بالا شد، باز محبت پیسه زیاد می باشه. باز یک تعداد واره بازده پیسه برش دلار میتاینه، ماش سوپر اسکیل، ماش دلارکی، ماشم $5000، $20000، $10000. این یارا که داد ایمانش هست می سوزانه و بسیاری کسا باز مقابل از این مقاومت کردن نمیتونه. این شهوت مال است. و سومی قسمت که از باز شهوت جاه هست. این باز انسان که از 40 و 50 تیر شد این شهوت هم خلاص از پیسه هم بسیار داره. بازی که پیاره صاحب که تو رئیس لویا جرگه جور میکنی، باز بی بابا خوی مستان هم تو کپک آمده، نه شهوتش کار میته، پیسه هم زیاد داره، لکن چی شده؟ اونجا شهوت جاه و چوکی برای وزارت هم میتونم، برای قوت هم میتونم، طرف فلانی جور میکنم، این سیل کنی. یک چند روز که در چوکی میشینه دیگه روز میبینیم سر چوکی مرده اینه. خلاص افتاده. شما مو در اینترنت سایل کنین، بسیاری کساس در میای گپ زدن در پارلمان رفته ضد شریعت الله قانون میسازه که یک دفعه ملک الموت همونجا خفکش میکنه. خراب مفته. صحیح شد نه؟ پس از این خاطر بعضی علما میگن شهوت چوکی که است از شهوت باطن کده 200 درجه میگه خطرناکتره. یعنی بسیاری جوانا را یک شهوت جنسی تکت تکیش کرده از دینداری و ایمانی بر. اما شهوت جا و چوکی کسی چند خطرناک است؟ 200 چند بلند است.
از این خاطر بسیاری کسا هست به خاطر جا بچه خودم میکشه، پدر بچه را میکشه، بچه پدر را میکشه. این پادشاه را قصایشان بخونین، فلانی پادشاه بچه خود کشت، به خاطر میگی بچه من کدام روز میخواد که بغاوت کنه بچه خود کشته. بعضی اوقات بچه خیسته پدر را کشته، قتل ها را کردن، وطن را فروختن. این چی است؟ شهوت چی است؟ چوکی است. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلبت باید از دو چیز خلاص کنی، پاک کنی، از شبهات و از محبت شهوات. قلبت پاک. از این خاطر بزرگای اسلام شما سأل کنین، بزرگای اسلام شما ببینین که ات بزرگای اسلام بودن که حتی در زمانی که خلافت اسلامی بود قضا را قبول نمیکردن. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و قاضی شو لطش میکردن، قاضی نمیشد. چرا؟ میگفت تو پادشاه ظالم هستی، بسیاری وقتا باز مخالف شریعت الله مرا وادار میسازیم. پس اینا او وقت قبول نمیکردن. چرا؟ خیر رسید بازال خود در درس عقیده نیست، بعد دیگه درس انشالله یک درس خفتنکی اگر نوبت ما رسید باز ما و شما در بین خود درباره قلب سلیم و مریض یک چی میگم براتون انشالله. خب حکم عبادات قلبی رو بفهمیم. عبادات قلبی مانند محبت، یکی از علمای اسلام چی میگه؟ میگه عبادات قلبی مانند محبت، خوف، امید، توکل، یقین، رضا، انابت، نرمدلی، ترس و امثال آن به اساس اصل شریعت مانند نماز، روزه و حج واجب می باشند. پس عبادت های قلبی سر یک مسلمان چی است؟ اینمی قسم که دیگه عبادت ها واجب است، این عبادت هم سر تو چی است؟ واجب است. میخوای که قلبت پاک شوه باید عبادت های قلبی رو داشته باشی.